ноҳияи Фирдавсӣ, собиқ ноҳияи марказӣ, расман 28 январи соли 1939 таъсис ёфтааст. он ба ифтихори шоир ва мутафаккири бузурги форсу тоҷик ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ номгузорӣ шудааст. масоҳаташ қариб 54,147 километри мураббаъро дар бар мегирад. طبق معلومات سالهای اخیر شماره اهالی آن زیاده از 200,000 نفر را تشکیل می‌دهد. نیهالشینانی و گلشینانی از قدیم الایام برای تاجیکان رمز زندگی شایسته، خرمی و شادابی میباشد. واقعاً گل رمز زیبایی و حسن و نزاکت میباشد. پرورش گل‌های دلربا و گوناگون رنگ در تمام گوشه‌های مملکت پدیده بی‌نظیر و بی‌سابقه است که به چشم نور و به دل فهره می‌بخشد. به شرافت سیاست با مرام بنیادکارانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اقدام‌های سازنده ثمره بخش رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی روز به روز آباد و زیبا گردیده به یکی از پایتخت‌های زیبای جهان تبدیل یافته است. در برابر آباد و زیبا گردانیدن ناحیه، مؤسسه نگهداری راه‌ها و نقلیات ناحیه فردوسی شهر دوشنبه به تعمیر و از نوسازی راه‌های محلی و مرکزی دقت اولین درجه می‌دهند. در ناحیه فردوسی موافق نقشه کاری 18 کیلومتر راه‌ها باید تعمیر گردند. از این حساب تا امروز 11 کیلومتر آن در محله گلبوته انجام داده شد. در اساس دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و نقشه چورابینی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، شخصا رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و نقشه چورابینی مقامات اجرایی حکومت دولتی نویا فردوسی بخشیده به جشن 35 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود ناحیه 18 کیلومتر راه را به نقشه گرفته شده است. کارمندان کارخانه و ساکنان محله ها هرچی بیشتر کوشش به خرج میدهند که با دستگیری های صاحبکاران وطنی در تعمیر و از نوسازی راه های کوچه و پس کوچه اهالی ناحیه فردوسی سهم بی اندازه خود را گذارند. اینک ما در عرفه یکی از جشن‌های بزرگ ملی تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم و روز تا روز به این سنه تاریخی نزدیک می شویم. در حدود ناحیه فردوسی زیاده از 1100 نقشه چورابینی به نقشه گرفته شده بود که در دوام 5 سال زیاده از 900 نقشه چورابینی عملی کرده شدند که این نقشه 5 ساله را 80% تامین نمود. باقی مانده نقشه چورابینی ها که در سال روان اجرا شده ایستادند، ساختمان بینایی بلندشانه استقامتی، ساختمان مؤسسه تعلیمی به نقشه گرفته شدند و ساختمان ها ادامه دارند و تا جشن 35 سالگی آنها را ما با کوشش به خرج میدیم که به استفاده قرار بدیم. این زمان زیاده از 100 بینای بلندشانه استقامتی به استفاده شدند. مؤسسه تعلیمی تا مکتبی و مؤسسه تعلیمی میانه عمومی، تحصیلات میانه عمومی و به استفاده شدند. مرکزهای سلامتی، گلگشت ها، 10 مؤسسه تعلیمی تا مکتبی و دیگراش ساختمان دیگر بنا انشاءات ادامه دارند. غیر از بینای ساختمان بینای بلندشانه و ساختمان دیگر مؤسسه معموری از نوسازی راه‌ها، تعمیر راه‌ها در حدود محله‌ها، در حدود شهرک‌ها به نقشه گرفتگیم. خب و از نوسازی آنها ادامه دارند و ما در محله‌های ناحیه به واسطه با صاحبکارا از نوسازی فرش‌کنی راه‌ها با بیتون، اسفالت پوشکنی راه‌ها قریب در طول 10 کیلومتر را در بر گرفت که این با دستگیری صاحبکارا، با دستگیری
استقامت کنندگان همون محله و همون شهرک‌های ما بودند.